با پاراشوت جهیدن را میگویند ورزشی بین زمین و آسمان است که میتواند انسان را از یکچند نمودی بیماری ها رها سازد، یعنی به ارگانیسم فایده کلان دارد. درود میگوییم دوستان، برنامه میآموزیم است منظوری شما. بله، ما خواستیم امروز اطراف پاراشوت برنامه تهیه کنیم و آموزیم که چگونه است پاراشوت میجهند. از این رو آمدیم به کلوب جمهوریوی هواپیمایی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع جمهوری تاجیکستان و در آن قسمتی کلوب عین حال آماده کرده ایستادن آن هواپیمایی را که ما امروز خواهیم جهید. عموما در اینجا هواپیماها خیلی زیاد هستند و حالا باشد با یک چند نفر هم صحبت میشویم، کارآموزی میکنیم تا اینکه درست تیار شویم از پاراشوت جهیم و اینچنین به شما نشان دهیم که چگونه در اینجا کاربری میشود و آن نفرانی که امروز با ما میپرند باری اول است، باری نخست است. البته در دل هیجان داریم، ولی به هر حال میبینیم که همگان با یک حوصله و هوس خاصه به اینجا حاضر شدند و دوستان ما نیز آمدیم تا اینکه ترس را از دل خود دور سازیم و این همون هواپیمایی می باشد که ما باید امروز از آن پریم. نام دارد اندو. تماشا میکنیم. دوستان و میبینیم که علاقه گروه نیز تیار شد، آماده شد، همینجا حاضر شدند و ما نیز به نزد آنها میرویم زیرا جریان دستوردهی سر شده ایستاده است. و دوستان به ما همین گونه ابراز داشتند که ما سر اول باید از نظارت دکتر گذاریم. پس آن باشد باید که از قاعده های بی‌خطری برای از پاراشوت جهیدن آمادگی ببینیم، یعنی که بدانیم، آموزیم و پس آن مشق‌ها را شروع کنیم که دوام یک و نیم ساعت حتی تا 2 ساعت دوام میکند و میرویم به میدان. قبل از پرواز دوستان میخواستیم جهت منفعت بخشی جهیدن با پاراشوت برایتان معلومات پیشنهاد کنیم و صحبتی خورده داریم با کارمند تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع جمهوری تاجیکستان عبدالرقیب قادیروف. در حقیقت جهش از پاراشوت چند پهلو یا چند خاصیت مهم داره. در برابر اینکه یک نمود شغل یا خوابی است، این مشغولیت از ورزش است، لیکن طبیبان ثابت کردند که پهلوهای خیلی مثبتی منفعت بخشی، بهداشتی، تندرستی، سلامتی هم دارد. خصوصا در زمان امروزه که زمانی پیچیده و پرحرکت و پرهیجان است، کسلی ها یا بیماری های افسرده حالی، استرس، بیماری های عصبانیت زیاد است. بله. حتی به خاطر شکستن ترس، نیکبینی عطا کردن، اپتیمیست نمودن، اراده را مستحکم کردن، روحیه را بالیده کردن، همین نمود جهش از پاراشوت چون که طبیبان امروز از معاینه طبی رفته ایستاده است، تشخیص طبی رفته ایستاده است، دقیق کردن که مهم است. زیرا که بعضیا که یکم بار جهش میکنند، وقتی منفعت همین جهیدن رو برای روحیه و روان خود حس میکنند، دوم باره میبینند. و اینجا باشه ما بسیاری ها باری اول است پرواز میکنیم میجهیم. مثلا در کشورهای غرب و در جامعه های پیشرفته این جهش از پاراشوت به یک کاری معمولی تبدیل یافته است. همگان جهیدن، فیصد زیادی اهالی. در جامعه تاجیکستان پدیده نسبتا کمظهور است. ما امیدواریم که بسیاری ها با فهمیدن همین حالت که حسیات آدم را بهبودی میبخشد و نیکبینی عطا میکند و روحیه را مستحکم میکند. بعدا صفی خصوصا جوانان زیاد است. مثلا نظر به مردها و جوان پسران، حتی جوان دختران هم اراده مردانه نشان میدهند. و باید بگوییم که
پریدن با پاراشوت در روزهای استراحتی از جانب خود همین تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع جمهوری تاجیکستان تشکیل و برگزار کرده میشه. یک پایگاه خیلی مجهزی جهش از پاراشوت در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع در کلوب ملی جمهوری هواپیمایی موجود است. هم اینفراستراکتور وجود دارد، هم هواپیماهای اویاسیون خود وجود دارد، هم پاراشوت‌های تعلیمی و ورزشی وجود دارد، هم هیئت سرنشینان و هیئت مهندسان و دستوردهندگان وجود دارد و امروز در جمهوری تاجیکستان تنها مثلا در فرودگاه فخرآباد همین کار انجام داده می شود. من بعد در نظر است که در شهر خوجند، در شهر بختر هم کلوب‌های منطقوی هواپیمایی وجود دارند و چنین کار ما مثلا در سطح جامعه وسیع‌تر برای خواهیم بود. نوابسته از آنه که در آن کنج میدان عین حال مشق رفته ایستاده است، ولی ما برای باز هم خوبتر و بهتر آموختن با زبان تاجیکی حالا می‌آموزیم که چگونه باید جهیدن از هواپیما یعنی با پاراشوت و چگونه فرود آمدن نشستن به زمین را. و این همه را باشد عین حال به ما کمال‌الدین عثمانوف می‌آموزند که در اینجا سرمربی میباشند، یعنی متخصص اوید به آموزاندن چطور با پاراشوت جهیدن. چطور که شما دیده ایستادید، من دستوردهنده‌های ما آموزنده ایستادم، طوری بی خطر، بی یگون خطاگی ترک نمودن سامالیات، یکم درجه ما که ترک نمودن سامالیات. چطور سامالیات رو باید ترک کنیم؟ هواپیما رو باید ترک کنیم. ده. و اینجا مهمترین نباشد و اینچنین خطرناک نیست، ولی اکنون بعضی فکر میکنن که خطرناک. عین لیکن این بی خطر است. تماما بی خطر است. تمام بی خطر. خطرناکش فقط به زمین فرود اومدن. کمک. بعضی فکر میکنن که این سامالیات بلندی این بسیار قیین است، لیکن این تماما مشکل نیست. تماما آسان. هم یک قدمی که گذاشتن یلا که پاراشوت به طور اتوماتیکی میشود. یگون گویم که حلقه یگون چی رو کشیدن لازم، هیچی لازم نیست. این ماکت یا هواپیمای اندوه میباشد. هنگامی جایش کردن ورزشکار باید در داخل سامالیات باشد. یک پاش رو در آسانه یعنی در میگذارد. این دستو در کیت همین طور جایش رو اجرا میکند. فقط همه چیز با کماندی مربی نشان میدهد. با اشاره دست این سامالیات رو ترک میکنند. خب چگونه باید پریم؟ جایش همین طریق باید اجرا شود تا اینکه وقتی که جاییدن شو نپیچد یگون چی نشود بی خطر. و یک سوال میتواند که شمال گویم ما را ببرد؟ نه این به طرفی هواپیما. نه این نمیشه، برای اینکه سامالیات خودش با سرعت 140 کیلومتر در حرکت میکنند و خود نخود که شمالی که میوازه و شما رو به اوقی دل میکنند. خب فهمم. و پس از آنه که ما به زمین نزدیک میشویم، من اکنون در آن طرفی میدان نشان میدادید که چگونه به زمین باید فرودای من نشیم. حالا که از بلندی همین 50 متر مودن اونجا باید تیاری بینند، با فرود آمدن تیار بینند. پوچه یک جایه، پوچه همش یک جایه. برای پاراشوتی از همه مهم پا یک جایه باشد. همین طریق باید فرود آمد. یعنی به زمین با پاشنای پایین، با نوگی پایین، بلکه فقط با پوره به زمین رسید. بعد یک جای باشد. البته یک جای باشد. و این بی خطر است. اگر ما درست اجرا کنیم ذره هم ضرر نمیبینیم. همین باید ورزشکار باید حس کند که هم یک تپو دو تپو نه، بلکه یک پو دارد. خب من سنجم و شما به من بها دهید. من اکنون شما باید تیار بینید. دست بالا. نه. تا کم نیم. انم تر. انا رحمت. من انمی تر. یگان جای مشکلی نیست. اگر همه قاعده رو رعایت کنن تماما پروازها به خطر میگذارد. تشکر به شما. خیلی ما با چطور پاراشوت پوشاندن، طرز پوشاندن نشان میدیم.
پس از 5 ثانیه که ما از هواپیما خود را هوا میدهیم به زمین، اگر پاراشوت اساسی گشوده نشود، ما پس از گذشتن 5-6 ثانیه میتوانیم که پاراشوت علاوگی را باز کنیم و امید بر آن میبندیم که پاراشوت اساسی حتما گشوده میشود. حلقه پاراشوتی اتیوتی نمی میباشد. این خیلی بسیار وزن لازم نیست. بله. خب گفتند که اگر مثلا یکی رفت و گشوده نشد، ما باید این را باز کنیم. چگونه؟ همین حلقه شو رو میکشیم. سخت میکشیم. خیلی بسیار سخت است. یک نیم متر از خود دور میکنید، پاراشوت اتیوتی شده میشه. فهمم. و همین که ما آماده شدیم با پرواز. من با خط سنجش رو میگذارید، شما تیار. همین طریق تا پرواز لحظه های بشمار مانده است دوستان و برای نگاه داشتن موازنت، اینچنین برای معین نمودن سمت حرکت هنگام جهیدن با پاراشوت و ما نشان دادم که چگونه ما میتوانیم آن را از روی خواهش خود و یا درستتر به جای لازمه تاب دهیم بریم. میگن اگر ما 2 بندی پیش را کشیم به طرف خود، پس به پیش میرویم. اگر 2 بندی قفا را کشیم به سمت قفا حرکت میکنیم و دستی اگر راست را کشیم به طرف دستی راست، همین طریق دست چپ را اگر کشیم به طرف دستی چپ. و نباید که در هوا 2 پاراشوتچی به هم نزدیک آیند. این خیلی خطرناک می باشد. اگر در حال به همدیگر برخوردن، آنها باید همدیگر را محکم دارند تا اینکه پاراشوت آنها به نمود یک پاراشوت آید. و این قاعده ها را ما به نوبت گرفته، البته هنگام فرا گرفتن احساسات نمیتوانیم به همه این رعایت کنیم، اما برای سلامتی خود ما حتما باید به این قاعده ها رعایت کنیم و همین قاعده ها را به نوبت گرفته کوشش میکنیم که پرواز را به طرز درست به راه مانیم و البته این یک تبابت خوب هم خواهد شد. خیلی در بالا قید کردیم و میرویم. میگویند که از روی وزن جابجا گذاری پاراشوتچیان را به نوبت باید گرفت، یعنی که اون نفرانی که نسبتاً وزن زیادتر دارند پس یکم میپرتویند خود را. اون نفرانی که وزن کم دارند آخران. و ما باشیم حالا به هواپیما سوار میشویم. لحظه‌های هیجان‌آور شروع شده ایستاده است و برای خود سفری به خطر را خواهان می‌شویم و شروع می‌کنیم.
ما در بلندی 800 متر قرار داریم. لحظه های بسیار هیجان بخش و همان گونه که به ما گفتند فهمانیدند برای اندکی به پیش حرکت کردن ما باید بندهای پیش را داریم. من پایان را میبینیم. بسیار خوب بود، بسیار برایم پسند آمد و اکنون باشد لحظه های بسیار هم چی در پیش است مهم، زیرا ما باید که به یگان شکست و ریخت به زمین فرایم. میدونید یک جهش میتواند در حیات ما بسیار چیزها را عوض کند. ما میتوانیم بسیار ترس ها را از دل خود دور سازیم و این چنین در خود باوری را بیشتر نماییم. باور میکنید همه به پایان رسیدن ولی من حالا هم در بالا قرار دارم. و همین خیل من به زمین نشستیم نوبست از آن که به همه قاعده ها رعایت کردیم، اما میدونید اندکی نشستن دشوارتر بود، زیرا به هر صورت یکم مراتبه می باشد. و همین طریق دوستان عزیز با کمک یک چند عسکران من توانستم اینقدر مسافه زیادتر را طی کرده به نقطه لازمه حاضر شوم. خیلی خود شاهد گردیدید بسیار هم پرواز خوب بود و از سبب کم بودن وزن من بیشتر در هوا ایستادم و اینچنین به دورتر نشستم. ولی به هر حال بسیار شادم که ما صحت و سلامت به زمین فرآمدیم و باید بگوییم که حتما هر یک نفر حداقل یک بار این احساس را در خود پیدا کند، ببیند که چگونه پرواز صورت میگیرد، چگونه با پاراشوت میجهند. دوستان باور دارم که یک برنامه دلچسب، دلرس بود و برای دور کردن ترس دل شما نیز کمک کرده توانست. پس بیایید و برای سلامتی خود با همین گونه ورزش ها مشغول شوید و اینچنین توانسته باشید که در حیات با استواری به پیش حرکت کنید. خیر عزیزان، سلامت باشید.